برای چی امروز حق بندگی خدا را من نکردم؟ اینا را ما و شما در دنیا افسوس شو بخوریم، نه در قیامت و نه در گور. پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا، پیش از همه آمد به زمین آدم و حوا. کو یوسف و یعقوب، کجا شد زلیخا؟ کو خسرو و شیرین وطن کرده به صحرا؟ کو لیلی و مجنون، کجا وامق و عذرا؟ از جور فلک چاکی گریبان همه رفتن. البته همه رفتن و ما و شما در نوبت ایستادگی هستیم. از این خاطر فراموش نکنیم چگونه ای که رسول اکرم هر روز در یاد مرگ بدن، ما و شما در یاد مرگ بسیارتر باشید. فراموش نکنیم. انشاءالله اگر ما و شما فراموش نکنیم، عاقبت ما و شما نیک می شود. بهترین بنده، هوشیارترین بنده همون بنده ای هست که فقط در یاد مرگ هست. البته این موعظه چگونه ای که جمعه پیشین ذکر کردیم، باز چند جمعه دیگر را میتواند که به خود بگیرد، به خود مغلوب بگرداند، لیکن فکر میکنیم که همینش البته کفایت کننده هست برای آدمی با عقل، برای آدمی با فهم، برای آدمی که ایمان کافی دارد. انشاءالله همینش کفایت کننده هست. الحال توجه میکنیم به سوالهایی که از جانب برادرای ما و شما شدند و منتظر شنیدن این سوال و جواب دارند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه جوانان از امر معروف هایی که شما میگویید بسیار منت داریم. خدا عمر شما را دراز کند. ما کاسته های شما را در خانه با یک جایگی تماشا میکنیم و لذت میبریم. داملا یک سوال دارم. در محله ما یک شخص است. ما وقتی که از شما و امر معروف به او میرسانیم، او علم دنیا دارد، میگوید همه این افسانه است و صلی الله علیه و سلم را تحقیر میکند. آیا ما او را دشنام دهیم یا نه؟ اولا در این سوال ها و در شنیدن این سخن ها ما تعجب نکنیم. این جای تعجب هم نیست. میگویند که در هر جایی که یک محمدی کاری کنیم که در دنیا افسوس شو بخوریم و در دنیا پشتی دست بگزیم. برای چی مثال امروز از من نمازی با جماعت ترک شد